سلام، من افشین سیگمان و این شروع کانال یوتیوب منه. قراره تو این کانال خیلی کارا بکنم. هولوش محور هنر میچرخه، با گرافیتی و عکاسی شروع میکنم چون توسط خودمه، کاریه که دارم انجام میدم. بعدن کم کم وارد بخشای دیگه هنر میشیم، وارد سینما میشیم، موسیقی میشیم، همینجوری خورد خورد از هر کدوم یه چیزایی من میذارم. ولی اون توی بخشای دیگه هنر قرار نیست من صحبت کنم و قراره یه سری مصاحبه ها و مهمونایی داشته باشیم که احتمالاً به صورت آنلاین ضبط بشه. استارتش از همین الان میخوره تا بریم جلو ببینیم کانال چجوری پیش میره. ولی چیزی که قراره ازش شروع بکنیم، اول یه معرفی از خودم میگم که من کیم، چیم، چیکارم، و بعدش یه سری آموزش‌ها میذارم، هم در مورد گرافیتی هم در مورد عکاسی، و بعدش حالا کم کم مصاحبه‌ها رو شروع می‌کنیم، ضبط می‌کنیم. شاید وسط همین صحبت‌ها و همین آموزش‌ها، همین معرفی‌ها، مصاحبه‌ها رو هم ضبط کنم و بذارم تو کانال. خلاصه که این کانال داشته باشید، اگه طرفدار هنر هستید احتمالاً به دردتون بخوره. امیدوارم کاری بتونم بکنم که به دردتون بخوره یا حداقل سرگرمتون کنه. افشین سیگما سال 87 تشکیل شد، به وجود اومد، نمیدونم به دنیا اومد، یه همچین چیزی. سال 87 از روی فیلم یاماکاسی بود، فیلمی که در مورد پارکور بود. اون موقع من تازه رپ رو شروع کرده بودم، خیلی کم گرافیتی کار میکردم و پارکور هم خیلی اینجوری مبتدی با پسرمون کار میکردیم. یه فیلمی اون موقع دیدیم به اسم یاماکاسی که رئیس اون گروه اسمش سیگما بود. سردستشون دژکان معروفه سیگماه. با این شروع کنید. و خیلی من با این اسم حال کردم، اصلا نمیدونستم اولش معنیش چیه. یه اسم رو خودم گذاشتم و این اسم همینجوری موند. حتی یکی دو بار بعداً خواستم عوض کنم ولی دلم نیومد، چون خیلی سیگما خیلی واسه من مهم بود. ولی اسم از اون فیلم اومد و بعدش هم جریان خیابون شروع شد، هنر خیابونی. من سال 87 بود، یه دونه نقاشی گرافیتی دیدم روی دیوار توی پارک ملت رشت که خیلی جذبم کرد. قبلش من کار میکردم، نقاشی طبیعت کار میکردم، رنگ روغن کار میکردم، یعنی پورتره کار میکردم، طراحی میکردم، ولی اون حسی که باید بهم میداد بهم نمیداد واقعا. اصلا یه جورایی فقط از روی علاقه‌ای که به نقاشی داشتم اون کارا رو انجام میدادم. ولی وقتی اون گرافیتی رو روی دیوار دیدم، انگار یه چیز عجیبی بود، یه چیزی بودش که من نمیتونستم بخونمش، یه عالم رنگ داشت، یه عالم خط داشت و یه سری کاملا جدیدی بود واسه من. شروع کردم، البته اون موقع نمیدونستم اسمش گرافیتی، اصلا نمیدونستم چیه. سال 87 شروع کردم توی اینترنت سرچ کردم، با اون سرعت‌های داغون اینترنت دایل-آپ شروع کردم سرچ کردن توی اینترنت به اسم نقاشی دیواری و یه سری طرح پیدا کردم، از گرافیتیکارای ایران پیدا کردم، گرافیتیکارای خارجی پیدا کردم، ولی باز نمیدونستم چیه. حتی مثلا میدیدم مینویسن گرافیتی ولی نمیدونستم که اسم این کار گرافیتیه. اون موقع من و پسرمون با هم دیگه کار میکردیم، هم یه خورده پارکور کار میکردیم، هم گرافیتی با هم دیگه شروع کرده بودیم، تا اینکه ما یه مجموعه بازی داشتیم از این دیویدی و سی دی هایی که توش 100 تا بازی بود، یه عالمه بازی میریختن داخلش. بعد هر دفعه میومدیم یکی رو نصب میکردیم، بازی میکردیم ببینیم چجوریه. که ما یه بازی رو نصب کردیم به اسم گتینگ آپ، خیلی اتفاقی. این بازی رو نصب کردیم، شروع کردیم بازی کردن، بعد دیدیم اصلا گرافیتی چیه، یعنی یه جورایی این بازی آموزش گرافیتیه. واقعا بازی خیلی خوبیه. اگه میخواید، یعنی تازه گرافیتی رو شروع کردید و میخواید با چیزای اولیه گرافیتی آشنا بشید، این بازی واقعا خیلی چیز جالبیه. یعنی یه چیزیه که کامل چیزای اولیه گرافیتی بهتون یاد میده و خیلی هم اینجوری گنگ توری هستش، خیلی داستان بازی خیلی قشنگی داره. شما از یه گرافیتیکار مبتدی شروع میکنید و تبدیل به یه گرافیتیکار حرفه‌ای میشید، با گرافیتیکارهای دیگه بتل میکنید
سبک‌های مختلفی گرافیتی توی این بازی کار میکنید. خیلی هیجان خوبی داره. البته الان توی این سالها دیگه، یعنی توی این سال دیگه گرافیکش خیلی ضعیف به نظر میرسه، ولی با این حال خیلی بازی خوبیه واقعا. مخصوصا واسه آموزشی گرافیتی اصلا یه چیز عجیبیه. که ما این بازی رو نصب کردیم، شروع کردیم بازی کردم، فهمیدیم مثلا گرافیتی چیه، استیکر چیه، تگ چیه، دراپ چیه، میدونم همه مرحله‌هاش رو رفتیم و خیلی جریان گرافیتی بعد این بازی جدی‌تر شد. من افتادم دنبال اینکه گرافیتی کار پیدا کنم، دیگه میدونستم این کار چیه و چجوریه. سعی کردم توی رشت گرافیتی کار پیدا کنم. اون موقع فقط یک گروه گرافیتی کار میکرد که البته اون تایمی که من دنبالشون میگشتم گرافیتی گذاشته بودن کنار، که من سعی کردم کلی این ور اون ور گشتم تا اینکه تونستم یکی از اعضاشون رو پیدا کنم، که بعدها فهمیدم، بعد مثلا یه سال بعدش فهمیدم که اصلا این عضو اون گروه نبوده و رفیقشون بوده و اصلا گرافیتی کار نبوده. که اونجا اتفاق خیلی جالبی واسم افتاد. من رفتم باشون صحبت کردم که عضو گروهشون بشم. اون موقع بنیامینم دیگه خیلی کم کار میکرد، یعنی تقریبا دیگه گرافیتی کار نمیکرد، خیلی درگیر ورزش شده بود و من تنها مونده بودم و داشتم گرافیتی کار میکردم. خیلی دوست داشتم عضو این گروه بشم. من نمیدونستم گرافیتی گذاشتن کنار. دوست داشتم عضو این گروه بشم، باشون کار کنم، با هم دیگه فعالیت داشته باشیم، که من یکشون رو پیدا کردم، همون آدمی که گفتم. رفتم باش صحبت کردم و یه بلک بوکی داشتم، یه سری طراحی داشتم. طراحی بودش که تازه زده بودم، اونقدر قوی نبود و بردم بهش نشون دادم با کلی ذوق و شوق و اینا که بالاخره یه گرافیتی کار پیدا کردم. بهش نشون دادم و جمله‌ای که برگشت به من گفت این بود که تو کارات خیلی ضعیفه، در حد گروه ما نیستی بخوای وارد گروه بشی. این جمله عین این بودش که مثلا چه میدونم چی میگم، مثال میزنم، سقف روی سر من خراب شد، نمیدونم آوار رو سر من خراب شد، اصلا این کوبید تو سر من که تو راه برگشت به خونه کلا تو این فکر بودم. گفتم من یه گروه تشکیل میدم، من شده خودمو میکشم بالا، یه گروه تشکیل میدم، گرافیتی کار آموزش میدم، یه چیزی میسازم که اون گروه دیگه نباشه. که من همین کارم کردم. شروع کردم تمرین کردن، صبح تا شب تمرین میکردم، صبح تا شب اسکچ میزدم، پای دیوار میرفتم. به صورت اتفاقی توی مدرسه یه گرافیتی کار پیدا کردم به اسم آسی که یکی از همکلاسیان بود. یعنی توی یه دونه کلاس ما یه روز با هم دیگه همکلاسی بودیم. تو مدرسه خیلی اتفاق عجیبیه که تو مدرسه توی یه کلاس یه روزه مثلا بری و یه گرافیتی کار پیدا کنی. خلاصه باهاش صحبت کردم، آره من قبلا تو کرج گرافیتی کار میکردم، با هم دیگه یه گروهی تشکیل دادیم اسم گروه سفید. شروع کردیم با هم دیگه گرافیتی کار کردم. بعدش دوباره توی محل خودمون توی رشتم یه سری تگ زدن، یه سری دراپ زدن و رفتم این جریانا واسه مثلا من سال 87 گرافیتی شروع کردم تا 89 نمیدونستم گرافیتی چیه و از 89 که این تصمیم گرفتم این اتفاقات افتاد سال 90 بود یا اوایل 91 که من گروه سفید رو تشکیل دادم. تا اون موقع خیلی کار کرده بودم، خیلی طرح زده بودم، خیلی سعی کرده بودم قدرت کارم ببرم بالا. خلاصه امیررئیسی رو دیدم، بعدش میگم توی محل اون دیدم یه سری تک خورده، یه سری دراپ خورده و با امیر رفتیم دنبال این گرافیتی کارا که ببینیم اصلا اینا کیان، اینا چیان دارن اینجا گرافیتی میزن، از کجا اومدن، یهو کل محل پر شده. که خلاصه از اون موقع زمان فیسبوک بود، از طریق فیسبوک و یه سری پستی که ازشون گذاشتم دنبالشون گشتم و پیداشون کردم. رفتیم باشون صحبت کردیم، دیدیم که آره مثلا تازه چند ماه گرافیتی شروع کردن، کاراشون تازه داشت جون میگرفت. باشون که صحبت کردیم بهشون گفتیم که آره ما یه همچین گروهی داریم، هم محلی هم هستیم، اگه دوست دارید بیاید تو گروه ما با هم دیگه این گروه ببریم جلو، با هم دیگه کار بکنیم. که انزو نیپسی که الان شده 4 خونه، انزو نیپسی هم وارد گروه شدن، یعنی شدیم 4 نفر یه گروه به اسم سفید و شروع کردیم روی دیوار کار کردن.
این گروه خیلی گروه خفنی شده بود، یعنی اصلا یه گروه خیلی عجیبی، یه چیزی تشکیل داده بودیم، داشتیم سعی میکردیم تو کل شهر گرافتی بزنیم. یعنی قشنگ این شکلی بودش که قانون ما این بود هر شبی بریم توی محل و اون محل رو پر گرافتی کنیم. چند شب هم این کار کردیم تا اینکه توی یکی از برنامه‌ها که من نبودم مامورا ریختن و بچه‌ها رو گرفتن. بعد دوباره همینجوری شروع کردیم کار کردن، همینجوری ادامه دادیم، تقریبا میشه گفت رشت رو داشتیم پر میکردیم با این جریان. بعد دیگه ما رو میشناختن، هم بچهای تهران دیگه ما رو میشناختن، بچهای شهر دیگه ما رو میشناختن و شده بودیم اصلی ترین گروه گرافتی گیلان یا رشت یا مثلا هر چیزی. و کم کم داشت گرافتی کار میومد. یعنی یه کاری کردیم، چون اصلا برنامه ما همین بود، ما یه سری برنامه‌های بزرگ در نظر داشتیم که برای اینکه اون برنامه‌های بزرگ رو بتونیم انجام بدیم لازم بود که گروه سفید گرافتی رو به مردم بشناسونه. یعنی مردم رشت باید میفهمیدن که گرافتی چیه و گرافتی رو ببینن. واسه همین خیلی پیگیر بودیم که توی خیابونا همه جای شهر کار بزنیم و از صبح که مردم وارد خیابون میشن گرافتی ببینن تا شب. و این قضیه داشت واقعا هم همینجوری پیش میرفت، یعنی هر کسی در هر لحظه هر جایی میتونست گرافتی میزد. تو خیلی از محلهای رشت این کار کردیم و این چند تا خوبی داشت. یکی اینکه مردم دیگه گرافتی رو میشناختن، یه ذره باهاش آشنا شده بودن و از اون طرف هم گرافتیکارهای جدید وارد شهر شد. یعنی قشنگ این جریانی که راه انداختیم باعث شدش که گرافتی دیده بشه و همینجوری به گرافتیکارهای رشت اضافه میشد. زمانی که ما این جریان رو شروع کردیم یه دونه گروه ما بود و اون گروه که دیگه گرافتی کار نمی کردن. اونا رو مثل اینکه مامورا گرفته بودن و باعث شده بودن مامورا که اونا دیگه گرافتی کار نکنن. حتی کار میکردن، خیلی کم کار میکردن، مثلا شاید سالی یه دونه تر میزدن یا هر چند ماه یه دونه تر میزدن یه نفرشون و دیگه چیزی به اسم اون گروه وجود نداشت و حیف بود. واقعا گروه خیلی خوبی بود. بعدها که من گروهشون رو شناختم کم کم باشون آشنا شدم، با اعضای اصلی گروه آشنا شدم و باشون رفیق شدم. هنوزم رفیقای من هستن. اون موقع آرت سایکو بود توی اون گروه، پیام المنت بود و پرهام و گروه رایدرز بود اسم این گروه که خیلی گروه باحال، یعنی خود اعضای اصلی گروه واقعا آدمای باحالی بودن. شاید اگه اون سال من اعضای اصلی گروه میدیدم این اتفاقی که گفتم نمیافتاد و اون برخورد واقعا نمیشد. که خلاصه گذشت و گرافتیکارهای جدید اومدن توی رشت. گروه قرمز تشکیل شد که اول زودیاک بود، بعد تبدیل شد به گروه قرمز. پویا MP3 یه جای سرگروه این گروه بود و چند تا گرافتیکار بودن داخل اون گروه. مرشاد سالوک بود، پویا MP3 بود و چند نفر دیگه بودن، حالا یادم نیست دقیقا اسمشون و یکی دو تاشون هم یادم که اصلا نمیخوام اسم ببرم. خلاصه گروه‌های دیگه اومدن و یه جورایی این رقابت خیلی جدی‌تر شد. خیلی حتی ما با هم دیگه رفیق بودیم، کاملا با هم رفیق بودیم ولی بتلایی با هم دیگه داشتیم و این بتلا خیلی خوب بود. یعنی مثلا اگه خیلی‌ها فکر می‌کردن که این حاشیه‌ای که توی گرافیتی وجود داشت به ضرر گرافیتی و اینجور داستانا بود، من اینو قبول نداشتم. واقعا این بتلا باعث می‌شد که هم کار ما قوی‌تر بشه هم کار اون گروه‌ها قوی‌تر بشه. یعنی ما میرفتیم یه تر میزدیم ضد اونا سعی میکنن یه تر قوی تر راجع به ما بزنن، ما دوباره یه تر قوی تر راجع بهشون میزدیم و شروع میکردیم اینجوری با هم دیگه بتل کردن و روز به روز باعث میشد که هم ما پرکارتر بشیم هم کارامون قوی تر بشه. بالاخره یه جایی بودش که داشت با ما رقابت میکرد. و بعد گروه قرمز یه گروهی تشکیل شد به اسم گروه رنگی. کلا اسم گروه‌های گرافتی رشت هولوش رنگ میچرخید. اول که ما بودیم سفید، بعد زودیاک شد قرمز، بعد یه گروهی اومد به اسم رنگی. توی اون گروه سعید جزا و مین گرافیتی بودن. حتی اینا خیلی ساله بدتری اومدن. اول تو گروه قرمز بودن، بعد جدا شدن، خودشون گروه تشکیل دادن به اسم گروه رنگی و این گرافیتی داشت همینجوری کار میکرد. ما تا سال حتی
این جریان گروه رنگی فکر کنم سال 94 اینا فکر کنم تشکیل شد. گروه قرمز سال 91 تشکیل شد، 91 یا 92 تشکیل شد، دقیق یادم نیست. ولی خب ما داشتیم یه ذره برگردیم عقب‌تر، ما داشتیم توی رشت گفتم داشتیم کار می‌کردیم، داشتیم تل می‌زدیم که یه دونه نمایشگاه خواستیم برگزار کنیم سال 91. ما اومدیم یه دونه نمایشگاه برگزار کنیم، یه نمایشگاه خیابونی، یعنی اول قرار بود با مجوز یه نمایشگاه برگزار کنیم توی حوزه هنری. توی حوزه هنری رشت که اول گفتم به ما مجوز میدن، بعد برگشتن به ما گفتن چه درآمدی واسه ما داره، در حالی که یک جایی بودش که از دولت پول میگرفت. برگشتن ما گفتن چه درآمدی واسه ما داره، گفتیم که هر چقدر تابلو فروش رفت اینقدرش واسه شما. بعد من می‌خواستم باشگاه گرافیتی رشت رو راه بندازم توی حوزه هنری که اونجا دوباره برگشتن گفتن چه سودی واسه ما داره، چه درآمدی واسه ما داره، که من بازم برگشتم بهشون گفتم نمایشگاه برگزار شد مال خودتون، فستیوال برگزار کردیم، اصلا هر چقدر ورودی گرفتیم واسه خودتون باشه، اصلا ما هیچ نمی‌خوایم، ما فقط می‌خوایم اینجا کار بکنیم، یعنی اون قضیه پول شما کاری نداریم، هر چی درآمد مال خودتون. که دوباره دیدم راجع به پول دارن صحبت میکنن که بحثمون شد، برگشتم بهشون گفتم شما اینجا کارخونه پولسازی رو انداختید یا کار هنری دارید انجام میدید؟ اون موقع هم جو ما اینجوری بودش که خیلی داشتیم سعی می‌کردیم صرفاً کار هنری انجام بدیم و اصلا به پولش فکر نمی‌کردیم و اینجوری هم نبودیم که بگیم که مثلا خیلی پول داشتیم، نه، ما از خرجی خودمون می‌زدیم، یعنی حتی شده مثلا گروه نهار نمی‌خورد، پولی که واسه نهار داشتیم و مثلا میرفتیم اسپری می‌خریدیم. این قضیه بود. اصلا یه قضیه معروفی داریم توی گروهمون به اسم هایبای آب معدنی که نهار ما بود و پولی که واسه نهار کنار میذاشتیم معمولا در طول روز و میرفتیم اسپری می‌خریدیم، اسپری‌ها جمع میشد و میرفتیم گرافیتی می‌زدیم و هر با هم پول می‌ذاشتیم. شاید یه نفر می‌خواست تر بزنه، هر با هم پول می‌ذاشتیم که اون بتونه تر بزنه. یه همچین داستانایی داشتیم داخل گروه. ولی خلاصه این اتفاقات افتاد و بحثمون شد با حوزه هنری، یه جوری بحث خیلی جدی شد. برگشتیم بهشون گفتیم که ما این نمایشگاه رو برگزار می‌کنیم، مجوز بدید اینجا برگزار می‌کنیم، مجوز ندید تو خیابون برگزار می‌کنیم، تاریخش هم بهتون اعلام می‌کنیم. که با اون مجوز ندادن، ما این نمایشگاه رو کلا سیستمش رو عوض کردیم. یه زمین چمنی توی میدون قلی‌پور رشت بود که یه عالمه دیوار داشت. این نمایشگاه نزدیک 20 تا تر داشت که روی دیوار اجرا کردیم، دور تا دور زمین چمن دیوار بود و ما روی دیوار اجرا کردیم. اون موقع توی فیسبوک یه دونه فراخوان دادیم، یه دونه ایونت گذاشتیم. اون موقع توی فیسبوک خیلی دست آدم بازتر بود واسه ایونت گذاشتن. یه ایونتی گذاشتیم، کلی آدمو دعوت کردیم و گفتیم 2 روز نمایشگاهه که به همه هم گفتیم احتمال داره این نمایشگاه خیابونی، احتمال داره مامورا بیان، هر اتفاقی احتمال داره داخلش بیفته، اگه دوست داشتید بیاید توی نمایشگاه شرکت کنید. به حوزه هنری هم پیام دادیم، گفتیم که ما تو این تاریخ فلان جا داریم نمایشگاه رو برگزار میکنیم، دوست داشتید باشید بیاید. این نمایشگاه برگزار شد. روز اول عالی بود، خیلی اصلا یک جمع هیپاپی خیلی باحالی تشکیل شد. بچه‌ها پارکورکارا اومده بودن، بیت باکسر داشتیم، رپرها اومده بودن، یعنی هر چیزی که توی هیپاپ رفیقامون حالا بودن و شنیده بودن خبر نمایشگاه رو اومده بودن و همونجا هم یه دونه کار لایو روی دیوار اجرا کردیم و همه چی خیلی خوب بود تا روز دوم شدش که تازه داشتن همه جمع می شدن نمایشگاه پیش بره. یا مامورا اومده، از دور مامورا رو دیدیم، هم فرار کردن، خلاصه کسی دستگیر نشد اون روز. و روز سوم شهرداری و نیروی انتظامی و خلاصه تمام ارگانا ریختن اونجا و تمام طرح‌ها رو پاک کردن و چیزی که از اون نمایشگاه موند یه 4-5 تا دونه عکس خیلی چیز عجیبیه که از اون نمایشگاه نه فیلم داریم نه عکس درستابی داریم، فقط یه 4-5 تا عکس که از طرحات قبل نمایشگاه گرفته بودیم. چیزی که از اون نمایشگاه باقی موند یه سری حاله‌ای از طرح‌ها روی دیوار که هنوزم فکر کنم باشه، یعنی توی اون نقطه یا کسی بره دور زمین چمن قلی‌پور هنوزم یه حاله‌ای از طرح‌ها هستش، کامل رنگ نشده. و یه چیزی که عجیب بود این بودش که یه چیزی که واسه ما جالب بود این بودش که مردم خیلی حال می‌کردن با کار ما.
یعنی مثلا همون نمایشگاه ما داشتیم برگزار می‌کردیم، چون دور تا دور زمین چمن خرابه‌ای بود، یعنی بجز اون زمین چمن که یه تیم فوتبالی داشت واسه خودش بچه‌ها همون محل بودن و تمرین می‌کردن، دور تا دور قشنگ یه سری خرابه بود، غروبا میشد پاتوق معتادا بود، یعنی ما قشنگ می‌دیدیم طرفدار تزریق می‌کنه، طرفدار مواد می‌کشه. و وقتی که ما داشتیم اون دیوارا رو تر می‌زدیم، تمام محلی‌ها می‌اومدن از ما تشکر می‌کردن و از ما پذیرایی میکردن، چون ما سر ظهر توی گرمای تابستون میرفتیم که معمولا گشتای پلیس هم تو استراحت هستن یه جا چال کردن، ما اون تایما میرفتیم که هم خلوت باشه کسی نباشه و یه جورای عادی تر جلوه کنه حضور ما اونجا، تا اینکه بخوایم آخر شب بریم توی تاریکی و هیچ نوری هم اونجا نبود، توی تاریکی بخوایم بریم و خطرهایی که حالا وجود داشت میرفتیم، مثلا واسه ما بستنی میگرفتن میآوردن، آب میوه میگرفتن میآوردن، از ما کلی تشکر میکردن، دمتون گرم این خرابه رو دارید قشنگش میکنید. این نظری بودش که محلیای اونجا داشتن، اما خب نظر ارگان‌های دولتی یه ذره متفاوت بود دیگه، من نمیدونم چرا، ولی کلاً هر چیزی که تو ایران قشنگ باشه باش مشکل داره. ولی خلاصه این اتفاق افتاد، این نمایشگاه ما برگزار کردیم، به خیر گذشت، کسی هم دستگیر نشد و دیگه ما اون فضا رو نرفتیم، دیگه اونجا رو نرفتیم، چون تا چند روز بعدش میدیدیم، یعنی میخواستیم بریم دوباره تر بزنیم، میدیدیم یه سری آدمای اونجا هستن اونجا رو زیر نظر دارن و محلیای اونجا هم که دیگه ما رو میشناختن میادن با ما میگن نرید، اینا هنوز اینجا هستن، در به در تو محل دنبال شما میگردن. خلاصه گذشت و تا رسید سال 92. سال 92 ما داشتیم واسه یه نمایشگاه بهتر برنامه‌ریزی می‌کردیم که این سری مجوز بگیریم، که حتی مجوزش هم گرفتیم. یه نمایشگاه خیلی بزرگی بود، نزدیک 60 تا تر روی بوم قرار بود بزنیم، 10 تا تر روی چوبای بزرگ، روی چوبای امپی می‌خواستیم بزنیم که یه حالت دیوار داشته باشه و یه فضای نمایشگاهی خیلی بزرگی بود. مثلا یادم امیر انزو قرار بود یه دونه پیکان اسقاطی پیدا کرده بود که اصلا ول شده بود، اونو می‌خواست بیاره توی فضای حیاط نمایشگاه بذاره روش تر بزنیم. زمین بسکتبال قرار بود بسازیم توی فضای نمایشگاهی، یه جورایی اون فضای خیابونی می‌خواستیم بریم توی گالری که حتی ما صحبت کردیم، داشتیم از اسپردوپلی قرار بود اسپانسر ما بشه، قرار بود اون سال قرار بود 120 تا اسپره به ما بده واسه اینکه ما طرح رو آماده کنیم، طرح بزرگو، طرح کوچیک تابلوها داشت آماده میشه و یه شرکت دیگه اسپانسر مالی ما شده بود که بقیه هزینه‌های نمایشگاه رو بتونیم تامین کنیم. همه چی خیلی خوب بود. من قرار بود برم تهران، هم اسپره ها رو بگیرم، با شرکت صحبت کنم، هم از اون شرکتی که قرار اسپانسر مالی ما بشه صحبت نهایی بکنیم، پول بگیریم. چند روز قبل اون یه اتفاقی افتاد، هممون رو گرفتن و فهمیدیم مثلا از اول مجوزی واسه نمایشگاه ما داده نشده بود و همش فیلم بود. خلاصه یه اتفاقی افتاد که گروه از هم پاشید، یعنی خیلی اذیت شدیم و دیگه گروه سفید نتونست با هم دیگه کار بکنه، خیلی خطرناک بود این قضیه. از این گروه اون موقع من ادامه دادم که تو خفا ادامه دادم، یعنی اصلا کسی نمیدونست، تا از سال 92 تا 94 کسی نمیدونست من دارم گرافیتی کار میکنم. دیدم واقعا هم روی دیوار کار نمیکردم، ولی وقتی دیدم گرافیتی نمیتونم کار کنم، تصمیم گرفتم که با سبکای دیگه نقاشی آشنا بشم، تکنیکای دیگه نقاشی یاد بگیرم، کار با رنگ روغن، حالا اکولین کلی رفتم ابزار خریدم و شروع کردم باشون کار کردن که قدرت دستم و قدرت ذهنم و کلا اینجور چیزا و علممو توی این جریان ببرم بالا. گذشت تا سال 94 من نزدیک 30-40 تا بوم آماده کردم، یعنی قبل شروع کردم دنبال کارهای مجوز به اسم نقاشی. سال 94 من نمایشگاه برگزار کردم به اسم نمایشگاه نقاشی با اسم افشین، تونستم مجوز بگیرم، یعنی خیلی تمام تابلوهایی که من کشیده بودم گرافیتی بود. و چیزی که واسه من عجیب و اذیت کننده بود این بودش که اصلا مشکل اونا با خود تابلوها نبود، مشکلشون با اسم گرافیتی و حالا منم دیگه به خاطر اون جریانایی که پیش اومده بود اسم سیگما بود، یعنی اسم سیگما نباید می بود و اسم گرافیتی هم نباید می بود توی نمایشگاه، با اینکه تابلوهای من کاملا گرافیتی بود. خلاصه سال 94 یهو پوستر رو پخش کردم و
نمایشگاه حالا چقدر سر مجوز اون نمایشگاه من دردسر کشیدم حالا کاری ندارم. خیلی از گالری‌ها به من مجوز نمیدادن به خاطر اون جریانی که پیش اومده بود. خلاصه گذشت اون نمایشگاه رو من برگزار کردم. دوباره جریان گرافیتی یه جورایی همه فهمیدن که من همچنان دارم کار میکنم و بعد اون نمایشگاه هم دوباره من زنگ زدن و یه سری تهدیداتی شد. حالا با اونا کاری ندارم. خلاصه من شروع کردم دوباره کار کردم ولی نه مثل قبل. نمیتونستم اونجوری خیابونی کار کنم. یه جورایی دیگه اسمم در رفته بود و اگه تو خیابون مثل قبل کار میکردم خیلی اذیت میشد، داستان غم انگیز میشد و گروه هم دیگه نداشتم. اون گروه دیگه وجود نداشت. بچه‌ها تقریبا گرفته گذاشته بودن کنار. کمابیش میادن بهم میگفتن دوباره گروه تشکیل بدیم، دوباره نمیشد. ریسکش خیلی زیاد بود. گروه سفید یه جورایی سال 94 البته بماند که من هر کاری میزدم بازم با اسم گروه میزدم و این جریان سفید همیشه بود ولی تگش عوض شده بود به اسم وایت. اون موقع کد 131 بود 031 با اسم W131 من تگ میزدم، همون وایت 131 که خلاصه گذشت و من شروع کردم یه دونه سوله پیدا کردم. اون موقع میگم بچهای ما دیگه نبودن. اون موقع گروه رنگی تشکیل شده بود، گروه قرمز هم داشت کار میکرد. بچه‌ها دیگه مثل قدیم کار نمیکردن، یعنی بعد اون جریانی که ریختن و همه رو گرفتن و خیلی ها رو خواستن اصلا یه ذره جریان گرفته رشت آسیب دید و مثل قدیم دیگه کار نمیکردن بچه‌ها. ولی خب کم و بیش کار میزدن. یه سوله ما پیدا کرده بودیم خارج شهر کنار دریا، یه چیزی هولوش 30-40 کیلومتر از رشت فاصله داشت. ما میرفتیم اونجا، یعنی همه با هم دیگه جمع میشدیم میرفتیم اونجا و توی اون سوله گرفتی میزدیم و این سوله یه دونه سوله متروکه کشتی سازی توی کیاشهر بود، بندر کیاشهر بود که خیلی کار اونجا زدیم. حتی 2-3 تا برنامه هم اینجوری بودش که همه با هم جمع میشدیم و تر میزدیم و هر کسی هر وقتی پیدا میکرد میرفت اونجا و کار میزد. این جریان گذشت تا اینکه من سال 94 بود 94-95 بود که 95 فکر کنم دقیقاً یادم نیست دقیق، ولی سال 95 اینا بودش که عکاسی رو شروع کردم. یه ذره از گرافتین کم شد، با عکاسی خیلی حال کردم و اصلا قرار نبود عکاس باشم. من سفر میرفتم اون موقع اتفاقی واسه من پیش اومده بود که احتیاج داشتم یه ذره سفر برم و یه ذره آرومتر زندگی کنم و سفر میرفتم و توی سفر عکاسی میکردم تا اینکه سال 98 من اومدم سرباز شدم و سربازیم افتاد تهران. قبل سربازیم گفتم نه عکسایی که توی این سالا گرفتم بالاخره به یه ثمره‌ای برسونم و یه مجموعه جدا کردم. یه نمایشگاه قبل سربازیم برگزار کردم تو رشت که بازخورد خیلی جالبی داشت واسه من که اصلا خیلی دیدم که دوست دارن مردم عکسام و اون استارتی بود واسه این که من دیگه عکاس بشم و تصمیم گرفتم دیگه کار عکاسی خیلی جدی‌تر پیش ببرم و افتادم توی جریان عکاسی و شدم عکاس. گرفتیم خیلی کم شد ولی خب با سال 98 که تهران سرباز بودم 98-99 که تهران سرباز بودم، چون اونجا خب کمتر منو میشناختن، گیری رو من نبود، یه ذره فضا راحت‌تر بود، گرافیک‌کارا خیلی زیادی داشت تهران و شروع کردم با اونا بازم کار گرافیتی زدن. یه سری طرح‌ها توی تهران اجرا کردم. یه ذره دوباره گرافیتیم جدی شد و دوباره برگشتم رشت. توی رشت نمیتونستم بازم کار گرافیتی بکنم ولی کم و بیش کار رو انجام میدادم، بوم میکشیدم توی حیاط خونه رو دیوار بازخوان تر میزدم تا اینکه الان اومدم دبی و اینجا خب اون گیروگورای مشکلایی که تو ایران داشتیم و اینجا نداریم. فضای گرافیتی خیلی بهتره، خیلی قشنگتره، به عنوان هنر بهش نگاه میکنن نه به عنوان جرم و اینجا دوباره تصمیم گرفتم یه ذره گرافیتی رو جدی‌ترش کنم. تا الان توی این چند ماهی که اینجا هستم یه چند تا تابلو کشیدم، با یه گرافیک‌کارا اینجا آشنا شدم و قراره حالا این گرمای تابستون تموم بشه قراره بریم پای دیوار و کارهای روی دیوار اجرا کنیم، شروع کنیم. نمیشه گرافیتی خیابونی اینجا کار کرد، اون چیزی که بازم میگم اون سالها گروه سفید داشت تو رشت انجام میداد ما اینجا نمیتونیم انجام بدیم.
خیلی فضای سفت و سختری داره و منم یه مهاجرم و اگه اشتباهی بکنم دیپورتم. سعی میکنم توی فضای کاملا هنری‌تر، کاملا قانونی‌تر و حرفه‌ای‌تر این جریان گرافیتی اینجا پیش ببرم که دیگه به یه ثمره‌ای برسونم. یعنی جوری نباشه که مثل اون سالا بتونن بهم گیر بدن و دارم سعی میکنم خیلی قانونی این کار انجام بدم به عنوان یک کار هنری. البته اصل کار من اینجا عکاسیه و من کار عکاسی تبلیغاتی، عکاسی فیلمبرداری تبلیغاتی و کار مدلینگ انجام میدم. این خلاصه ای بود از داستان افشین سیگما. از رشت رسیدم دبی و اینجا کارا رو شروع کردم. خدا شکر اینجاش خیلی خوب بوده، خیلی حال داده. این گفتم یه معرفی باشه در مورد خودم و اگه سوالی چیزی داری راجع به گرافیتی ایران، راجع به فعالیت توی دبی، تازه شروع کردم ولی خب به یه سری چیزایی رسیدم، یه سری سوالا رو میتونم تا جایی که بتونم جواب بدم. اگه سوالی چیزی دارید پیام بدید توی اینستاگرام، من لینک اینستاگرام و اینا همه رو میذارم. توی اینستاگرام به پیام بدید یا اینکه توی کامنت های یوتیوب واسم بنویسید. من همه رو حالا یا توی یه ویدیو اگه خیلی طولانی باشه توی ویدیو توضیح میدم، اگرم نه اونجا تو کامنت ها یا تو پیام ها بهتون جواب میدم. دمتون گرم این قسمت رو دیدید. میدونم یه ذره طولانی شد ولی لازم بودش که کلیات داستان رو بگم دیگه. بازم دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. قسمت‌های بعدی رو دنبال کنید. دیگه میریم توی بحث گرافیتی و راجع به گرافیتی ایران صحبت می‌کنیم، راجع به خود گرافیتی صحبت می‌کنیم و کم کم وارد گرافیتی جهان میشیم و یه سری آموزش‌ها در مورد طرز گرافیتی زدن، سبک‌های مختلفی گرافیتی میذارم تا اینکه بعد وارد عکاسی میشیم و شاید همین لابلا در مورد عکاسی هم صحبت کنم، شاید عکاسی رو با گرافیتی جلو ببرم، شاید هم اون مصاحبه‌ها اضافه بشه. خلاص اگه دوست دارید کانال رو دنبال کنید. دمتون گرم، مخلصیم، خداحافظ.